پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس و شکر و ستایش بی‌حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و مبارکتش، و از خداوند جل و علا طلب توفیق می‌نماییم که همه ما و شما را توفیق بندگی و شکرگزاری نصیب کند. برادران عزیزم، امروزها می‌بینیم سوال‌ها زیاد است که چطور چیکار کنیم تا اینکه در مال و در رزقمون فراوانی شود و برکت بیابیم. اکثریت سوالای جوانان همین است: چطور کنیم تا اینکه دارا شویم و دستمون بالا شود و به هیچ کسی نیازمند نباشیم. حسن بصری رحمت الله علیه 4 دروازه یا 4 عملی را میگویند که هر کسی میخواهد که رزقش فراوان شود، با برکت شود، پس باید حتما این 4 دروازه یا این 4 عمل را باید چکار کند؟ اجرا کند. پیش از همه قیام اللیل، نماز شب. نماز شب برادران عزیزم نمازی هست تنها برای بندگان مخصوص پروردگار جل و علا. در حدیث صحیح آمده است که خداوند جل و علا در 3 اخیر شب به آسمان دنیا می آید، چنانی که به پروردگار جل و علا چی است؟ شایسته است. ما نمیتوانیم گفت چطور. و میگوید کی است که از من طلب میکنند من به او عطا کنم؟ کی است که استغفار میکند، طلب آمرزش میکند و من او را بیامرزم؟ پس ببینیم آیا این عمل در ما و شما دیده میشود یا اینکه نه؟ آیا ما نماز شب داریم؟ آیا ما دعا داریم در حق خودمون، در حق پدر و مادرمون، در حق همسر و فرزندانمون، در حق وطنمون، در حق همه مسلمانان؟ یک بار از خود بپرسیم که آیا ما دعا داریم در حق آنها؟ و دومین الاستغفار فی السحر، استغفار کردن در صبحگاه و شامگاه. یکی از سبب‌های فراوان شدن رزق انسان این استغفار است، طلب آمرزش خواستن. خداوند جل و علا در سوره نوح میگوید: فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا. به سبب استغفار خداوند جل و علا برای شما باران‌های رحمت را میفرستد. و یمددکم باموال و بنین، شما را در فرزندان و مالتان برکت میدهد. و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا، خداوند جل و علا به سبب استغفارتون برای شما باغ‌های در جنت که زیری درختان آنها نهرها جاری است میدهد. در دوام آیات میگه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، شما را چی شده است که در برابر پروردگارتون گستاخ شدید، استغفار نمیکنید، نیکی نمیکنید؟ پس برادران عزیزم از خود نپرسیم. سوال ما باید این نباشد که چیکار کنیم. باید بپرسیم آیا ما نماز شب داریم یا اینکه نه؟ آیا ما دعا داریم یا اینکه نه؟ آیا ما توکل داریم یا اینکه نه؟ آیا ما استغفار داریم یا اینکه نه؟ پس میگه حسن بصری که از خودت بپرس که آیا تو این عملها رو اجرا میکنی یا اینکه نه؟ و در اخیر دعا میکنم خداوند جل و علا همه ما و شما رو در کارهای خوب، عملهای صالح، عبادت کامیاب و موفق بگرداند. خداوند جل و علا گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت گرداند. خداوند جل و علا این سرزمین ما و وطن عزیز ما را از تمام گزند و فتنه ها در پناه اسم خویشش نگهبان باشد. تمام سرزمین های مسلمانان را در امن و امنیت نگاه بدارد. ظالمین را خداوند جل و علا به یکدیگر گرفتار کند. خداوند عاقبت و آخرت همه ما را نیک کند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.